دست مبارک بگیریم که حج میرم. آیا ما کاری خطا کردیم؟ تا همین برادر ایریب بس کرد. کعبه در نزدیک میشه تا رفتن اوجه کبتا ما هم عثمان الدین گفتیم که برادر عزیز حج میره روید کنیم. گذشته تا دجله میره. یک کاری باید بونه که تو غلطی سم شدی. ماشاءالله. تو چه خیلی رفتی؟ یعنی گلاونی آدمی که حج روی میکنه کمپانیا کاری خطا کرده باشم اگر باید بری فرانسیو چکنین بگیریم بروش دست هنه برورینشون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمده مهمونان از این دست مبارک بگیریم که حج میرم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خلاص دیگه ببینه رمضان هم خوش آمده. رمضان خوش آمده. بسیاری ها درباره حج می نویسن و قرائت به معنی میکنن. الله سبحانه و تعالی هدایت و توفیق بده. یعنی گلاونی آدمی که حج روی میکنه کمپانیا اینی حضرت های چی میگه ایرا بگین با این رقم هایی که برای حج های برای این ایرا زنگ بزنین شکایت کنین. با ایرا دیگه کس با کماند میکنه گلاونی کمپانیا. خلاص گپ او میگه که خیلی کس روی کنی که کس دیگه و دیگه. خلاص گپ این رمضان حج رفتی چه خیلی بود؟ حج خیلی میشه از زور بهتری نه؟ دوال هستی؟ خیامه نیست رفته بودی نه؟ ماشاءالله. خلاص گپ با دیم بگیم حاجی شهباز و حاجی معروف و عثمان ما گفتیم که میرای روید کنیم روی کردن. یعنی مثال بگیم نه حضرت ما میگم که مثال حج میرای روید کنیم اون معنا نداره که ما عجیبه خدا میگیریم میره روی میکنم. میگم میرای ها میگم رقم دینی زنگ بزنیم میگیره روید میکنه با پلی خودش. ما هم عثمان الدین گفتیم که برادر عزیز حج میرای روید کنیم. هم قد کامنتری نوشتن که الله سبحانه و تعالی نگهبان شه. عثمان هم رفتگی. نه عثمان رفتگی حج هر یک انسان با خاطر خودش بگیم پول داره هر یک انسان شرایط داره. ما بگیم ویدیو کردیم که کسی که خویشمند باشیم میتونید که با رقم های روی اکران مراجعه کنین از شهر مسکو یا سن پترزبورگ یکاترینبورگ چلیابینسک اوفا پرم سالیکامس برزنیکی جایی که خلاص که معقول تونه میتونید که مراجعه کنین. ای مسکو میتونید بپرین که کازن دیگه خلاص که کسی که شرایط دارین یعنی فرصت از دست ندهین. چخیل بود حضرت مثلا نخود رفت بدی حج چخیل بود اشوشینی چخیل وقتی که داخل میشه وقتی که متروی و یعنی کعبه در نزدیک میشه تا رفتن اوجه کبتا مثل کی اچیشهش تازه شده تا دجله میره. یک کاری باید بونه که تو غلطی سم شدی. ماشاءالله. تو چخیل شید رفتی؟ دانه یک دانه همش در اختره. دیلا علی شیدن گره. کاری دیدن دهم گره. یا شیره پاک کاری کاری باز کردن بونه در پیش خودت میشه. نه انشالله که یعنی آیا مثال عادی برای مردمی که ما را تماشا دارن آیا ما کاری خطا کردیم تا همین برادر ایریب بس کرد یعنی ایریب برگشت یا اینکه شانمسی یا اینکه ماریا اگه بانو میخوام تو اینکه بشناسینشون کاری خطا کرده باشم اگر باید که بری فرانسیو چکنین بگیریم بروش دست هنه برورینشون. اگر ما کاری خطا کرده باشم که بسیاری ها بگیم گپای قبیح میگین جنگ مون میکنین اقرات ما مینویسیم. آیا اگر کاری خطا کرده باشم ریختم با وستنه دوچون کنین. ما خواست به خاطر الله کوشش کردم بگیم این برادر زورا کردم دیگه کمپانی و دیگه چهره زمان ها یعنی فینانسیرت کردن چیکار کردن کمک خود را رسوندن و روی کردن. خیلی که این برادر از بخواست الله یاردم یک نیازمند محتاجمنده میگره روان میکنه به خاطر الله و ما را به خاطر الله نیازمند مثال بگیریم آدمی که کم بغله نمیخواد در پوبلیکه چه نشان بده لوبای کس ما کم بغلار الحمدلله روی کردگی هستیم. لیکن مثلا بدم بسیار بردم مثال بگیم هستن انسانایی که نیازمندن که در ویدیو نگفتیم شما میگن که ما رو در ویدیو نشون نده نکجان کرده به خاطر الله تاش یه آدم پوبلیکه قطعا میره ویدیو میکنیم هم صحبت دیگه کانتنت برای ویدیو یوتیوب دیگهش خود میگیم آدم رزومنی میفهمه که رده چه میجود با هم خاطر استراگان استودیوتی کسی که میخواین حجی شوی قدر با همراه برادرای یعنی بگذرانین در مکه مکرمه یا اینکه در مدینه منوره به رقم ها روی اکران مراجعت کنین با رهبالت فراتون به رهبالت فراتون اگر انشالله که فرصت هست و ازموجنس هست میتوانن که رایتون کنن. هر کسی که رفت در حق ما دعا را انشالله فراموش نکنین. از همتون معذرت ما راه اومدگیم خب که اگه نیست موندهش دگیم شاید که بعضی کلمه هم خطا برایه
از همتون معذرت. یگان چی گفتنی باشی؟ برادرای عزیز سفرهای عمره را در این جا میمونم نگاه کنین روزهای پروازش نرخش نویسندگی و از خوجند یک ریس نو تشکیل کردیم الحمدلله پریامای ریس 14 روزه با همه شرایطش برادرای عزیز برای پریامای ریس کجا؟ جده مکه خوجند جده ابران جده خوجند پریامای ریس برادرای عزیز با همه شرایطش ان شاء الله ریس نو که ماشاءالله میتونین که انشاءالله که مراجعت کنین برادرها در خدمت هستن رقم ها در روی اکران بسیار وقت میشه که بعضی می نویسن اجداد نمیکنن که شاید همون انسان نماز خونده ایسا باشه شاید که طهارت که ایسا باشه شاید که در یگان کار دیگه مشغول باشه بعد ترکو که فرصت چی جواب میگه جواب اون دو سر زفت ما چیزی که مرا زنگ میزنن ای آدم جواب نمیگه یا که بعضی وقت میشه که ویزاشون هم میتن بلیطاشون میتن مردم ما خودشون خطا میکنن یک روز پیشه که ایرپورت میرون او وقت چیکار میکنن زنگ میزنن ما را جنجال میکنن که شما ماشین که دروغی بلیط نیسته حالا که یک روز پیش رفتگی هستن با همون خاطر الله نگهبانتون باشه تمام هر چیزی که با فکر گفتیم